سلام، به کانال داستان شما خوش اومدید. زندگی هر کدوم از ما آدما مثل یک داستانه. اگه داستان زندگیت میتونه برای دیگران جالب و مفید باشه، حتما برام بفرست تا با بقیه به اشتراک بذارم. اگه هنوز عضو کانال داستان شما نشدین، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و علامت زنگوله رو فشار بدید. چند ماه گذشت. مدتی بود مامانم کتف درد داشت و قرار بود یه روز با هم بریم دکتر. رفتم دم هتلی که مامان کار میکرد منتظر موندم. آقای چارشونه چاقی از بغلم رد شد. همه پرسنل هتل جلوش خم و راست میشدن. مامانم اومد همون رفتار رو با اون آقا داشت. مامان میگفت تک پسر آقای فلانی صاحب هتله. اسمش میثمه. پسر زرنگی و همه کارای باباش بر عهده اینه. منتظر تاکسی بودیم که میثم از پارکینگ هتل اومد بیرون و جلو پامون ایستاد. خواست تا یه جایی برسونتمون. هرچی ما گفتیم مزاحمتون نمیشیم، اون بیشتر اصرار میکرد. سوار شدیم. رو به مامان گفت بهتون نمیاد همچین دختر با متانتی داشته باشید. وقتی فهمید لیسانس دارم سریع گفت ما به یک همکار خانوم واسه کارهای حسابداری هتل نیاز داریم. اگه مایل باشید میتونید با همون همکاری کنید. مامان سریع گفت خدا خیرتون بده، دخترم دنبال کار بود. کجا بهتر از اینجا؟ میثم گفت فردا بیاین با پدرم صحبت بکنین و ایشالله مشغول به کار بشن. قرار شد فردا مامان که میره سر کار منم باهاش برم و این فرصت رو از دست ندم. صبح با صدای مامان پا شدم. راهی شدیم سمت هتل و گوشیمو بالاخره روشن کردم. رفتیم هتل. بابای میثم پشت میز نشسته بود. سلام دادیم و مامان منو معرفی کرد. مامانم گفت دنبال نیرو بودید، دخترم اومده واسه استخدام. از بالای عینکش نگاهی به من انداخت و رو به مامان گفت کی گفته ما نیرو میخوایم؟ مامان گفت پسرتون. در جواب گفت میخواستیم اما حالا دیگه نیازی نداریم. دست از پا درازتر برگشتیم که با میثم روبرو شدیم. سلام و احوال پرسی. گفت چی شد؟ جریان رو گفتیم و گفت همینجا منتظر بمونید من برمیگردم. بعد از چند دقیقه میثم اومد بیرون و به همون گفت بریم داخل دفتر. باباش عذرخواهی کرد و گفت چون همه کارا رو به پسرش سپرده درست در جریان کارا نیست و میتونم با پسرش هماهنگ کنم. اگه اوکی داد مشغول به کار بشم. مامان رفت دنبال کار خودش و من و میثم رفتیم برای آموزش کارای حسابداری. چند روز میثم چم و خم کارا رو به هم یاد داد و مشغول به کار شدم. راضی بودم. اینجوری هم درآمد داشتم هم فرصت فکر کردن به سهیل رو نداشتم. مامان بابا ذوق میکردن. میگفتن دیگه خودت میتونی یه جهاز خوب واسه خودت درست کنی. میثم بیشتر موقعا هتل بود و طرز نگاهش و رفتاراش واسم مشکوک بود. راستش فکر میکردم قصدش سوء استفاده است. واسه همین زیاد تحویلش نمیگرفتم و سعی میکردم سرم به کارم باشه. یه روز با مامان کلید انداختیم در خونه رو باز کنیم. سهیل به همون سلام داد. من و مامان با تعجب نگاش کردیم. رو کردم به سهیل و گفتم خواهشاً از اینجا برو. به من اهمیتی نداد. رو کرد به مامان گفت خواهش میکنم اجازه بدید بیام تو. میخوام با شما و همسرتون حرف بزنم. من گفتم مامان بابام هیچ حرفی باهات ندارن. زبونم اینا رو میگفت اما تو قلبم قوقایی بود. دوست داشتم جلوش زار بزنم و بگم چقدر تو این مدت دلتنگش بودم. بازم رو به مامانم گفت خواهش میکنم اجازه بدید بیام تو. اومد تو. ذوقی پنهون تو دلم بود. دوستش داشتم. اشتباه بود اما باخته بودم این دل لعنتی رو. سهیل اومد تو. شروع کرد به صحبت کردن با مامان و بابام. از بابا خواست بهش فرصت بده تا همه چیزو حل کنه. بابا گفت دخترمون هرچی بگه ما قبول داریم. سهیل خواست با هم حرف بزنه. رفتیم تو اتاق. گفت دست از لجبازیم بردارم و تو این راه پشتش باشم نه مقابلش. میگفت میخواد با هم یه زندگی رو شروع کنه. اگه من تنهاش بذارم نمیتونه. با گفتن تک تک جمله هاش ذوق میکردم و همه کینه هایی که از خودش و خانوادش داشتم محو میشد. عاشق بودم و مست. میگفت فقط کافیه خانوادش پا جلو بذارن و بعدش میریم زندگیمونو میسازیم. بدون دخالت هیچ کسی و دیگه کار به کار مامان باباش نداره. گفتم اصل قضیه این همینجاست.
چطور مامان باباتو راضی میکنی که پا جلو بذارن؟ گفت خودش راهشو بلده، فقط من پشتشو خالی نکنم. سهیل رفت و من با دنیای شیرینی که باز واسه خودم ساختمش تنها گذاشت. شب با چه آرامشی سرمو گذاشتم رو بالش و خوابیدم. با بودن سهیل نفس کشیدن واسم لذت بخش بود. صبح با مامان راهی شدیم بریم سر کار. جلوی در سهیل با یه لبخندی جلومون ایستاد. خواست برسونتمون. سوار شدیم. تو راه بهش گفتم مشغول به کار شدم. بهم اسمس داد مامانت پیاده شد، تو پیاده نشو. چند دقیقه کارت دارم. رسیدیم. به مامان گفتم بره، من میام. ازم تشکر کرد که با تمام بدیهای خانواده‌اش یه فرصت دیگه بهش دادم و ازم خواست اگه واقعا عاشقشم بازم سختی‌هایی که پیش رو داریم و تحمل کنم و فقط به این فکر کنم که عاشق همیم. سهیل گفت دیگه اجازه نمیده خانواده‌اش من و خانوادم رو تحقیر کنن. بعدش یک جعبه رو بهم داد، گفت برو به سلامت. داخل جعبه رو باز کردم. یه پاکت روش بود که همه ی حس‌های درونیشو گفته بود. میگفت یا عاشق نمیشه یا اگرم شد اساسی میشه. میگفت نمیتونه واسه من جایگزین بیاره و بدون من با یکی دیگه سر کنه. خلاصه حرفایی بود که هر عاشقی دوست داره عشقش بهش بزنه. داخل جعبه یه گل رز نقره‌ای خوشگل هم بود. به خودم قول دادم که تنهاش نذارم. ظهر وقت نهار رفتم پیش مامان. بنده خدا هنوز کار داشت. رفتم کمکش. هی مامان قول میزد برم اون ور کسی منو نبینه. اهمیت ندادم و تی به دست شدم. گفتم وقت نهاره. کمکت میکنم زودتر تموم بشه تا با هم نهار بخوریم. داشتم تی میکشیدم که میسم جلوم سبز شد. یه نگاهی بهم انداخت و گفت شما چرا؟ بی اهمیت گفتم کار من تموم شده، وقت نهاره. گفتم مامانم هم زود کارش تموم بشه با هم نهار بخوریم. چند دقیقه بعد میسم با یکی از خدمه‌های دیگه اومد و گفت ایشون اومدن کارای اینجا رو تموم کنن و از من و مامان خواست بریم نهار. مامان کلی خجالت کشید و همش از اون خدمه‌ای که دوستش بود عذرخواهی میکرد. عصر مشغول کار بودم که سهیل بهم زنگ زد و حرف زدیم. باز دنیامون قشنگ شده بود. باز من همون شادابی گذشتم و داشتم. ازش تشکر کردم به خاطر گل. یه روز سهیل بهم زنگ زد و گفت قراره با یه سری از دانشجوهاش یه صبح تا بعد از ظهر برن یه مکان تاریخی که هم جنبه تفریحی داره هم تحقیقی. ازم خواست منم همراهیش کنم. منم که از خدا خواسته. به مامان بابا گفتم و اونام حرفی نداشتن. اما مامان میترسید باز بخوره تو ذوقم و میگفت تا خانوادش راضی نشدن اینقدر امیدوار نباشم. درخواست مرخصی دادم. میسم این پا و اون پا کرد و ازم دلیل خواست. گفتم یه کاری واسم پیش اومده. با بیمیلی قبول کرد. فرداش با سهیل و یکی از همکاراش و چند تا از دانشجوهاش راهی شدیم. اون روز یکی از بهترین روزای عمرم بود. سهیل ماجرای من رو واسه همکارش گفته بود. ولی به دانشجوهاش گفته بود که نامزدشم. اونجا یه امامزاده بود. با سهیل رفتیم توش. دوتایی واسه خودمون دعا کردیم. چون تنها کلید مشکلاتمون خدا بود. اون خواست که ما عاشق هم بشیم. امیدوار بودم خودش هم ما رو به هم برسونه. فرداش مثل همیشه رفتم سر کار. همش خاطرات روز قبلش رو واسه خودم زنده می کردم و می گفتم ای کاش امروز باز دیروز می شد. ای کاش دیروز تمام نمی شد. بی حوصله بودم و دل به کار نمی دادم. با بودن سهیل زندگیم جور دیگه ای بود. بیشتر شبا شام رو با هم می خوردیم و علاقمون روز به روز بیشتر می شد. یه روز سهیل گفت به خانواده‌اش گفته که یا من یا هیچ کس. با برخورد شدید روبرو شده. میگفت هر اتفاقی افتاد در کنارش باشم. وقتی خانواده‌اش ببینن اینقدر ما پشت همیم و همو میخوایم مجبور میشن بالاخره رضایت بدن. یک شب شاد و سرخوش از سهیل خدافزی کردم و اومدم خونه. بابا تو حیاط دستش رو سرش بود و نشسته بود. گفتم چرا اینجا نشستی بابا؟ گفت همینطوری. تو برو تو. مامان سر سجادش حقیق گریه میکرد. گفتم لابد دلش گرفته. سر از مهر برداشت. چشماش قرمز بود. گفتم چیزی شده. نگام کرد پرسید کجا بودی؟ گفتم با سهیل بودم. دوباره شروع کرد به گریه کردن و گفت تو رو به این قبله قسم میدم. دست از سرش بردار. تو و اون هم تراز هم نیستی. قسمت تو این بوده تو فقر بزرگ بشی و با فقرم بمیری.
بغض کردم. گفتم چی شده مگه؟ گفت بابا مامان سهیل اومدن اینجا. بابا که رفته درو باز کنه هلش دادن اومدن تو. داد و هوا را انداختن و گفتن به این دخترتون بگین دست از سر پسر احمق ما برداره وگرنه روزگارمون رو سیاه میکنن. جوری سر و صدا میکردن که همه همسایه ها اومدن تو خونه پادر میونی. تا چشمشون به همسایه ها افتاده گفتن دخترشون خرابه. کارش اینه که روزا و شبا میره بالای شهر دنبال کثافت کاری. مامان میگفت یک عمر آبرو جمع کردیم تا این بی آبروها خیلی ساده آبرومونو بریزن. شب تا صبح بیدار بودم. صدای اذون صبح بلند شد. رفتم تو حیاط وضو گرفتم. نشستم پای سجاده. بلند بلند گریه کردم. آرومتر که شدم سرم بد جور درد میکرد. صدای گریه شنیدم. رفتم پرده رو زدم کنار. دیدم بابا دستش به سرش داره گریه میکنه. دوباره اشک ریختم. دلم به حالشون میسوخت. میگن مرد گریه نمیکنه، اما این پیرمرد به خاطر شرمندگیش جلوی زن و بچه‌ش و بی‌آبروییش جلوی در و همسایه داشت زار میزد. مامان آماده شده بود تا با هم بریم سر کار. بدون هیچ حرفی از خونه زدم بیرون. مامان هر چی صدام زد هیچی نگفتم. مونده بودم چیکار کنم، کجا برم، به کی بگم. میرفتم و گریه میکردم. واسم مهم نبود مردم تو خیابون در موردم چی فکر میکنن. باید سهیل رو میذاشتم کنار. به حقیق بابام فکر میکردم آتیش میگرفتم. چقدر این پیرمرد خار شده بود، چقدر تحقیر شده بود. با آبروی رفتم تو محل چیکار کنم. داغون داغون بودم. گوشیم زنگ خورد. سهیل بود. رد تماس دادم. روی نیمکت نشستم و به آدما خیره شدم. به اتوبوس، تاکسیا، ماشینا، همه و همه. گوشیم دوباره زنگ خورد. میثم بود. گفت مامانم گفته یه ذره ناخوشم. میخواست حالم رو بپرسه. حالم از اینم به هم میخورد. فکر میکردم اینم فکر میکنه من از اوناشم. به سهیل زنگ زدم جواب نداد. بعد به هم اسمس داد سر کلاسه. کلی اکسیژن دریافت کردم. حالم بهتر شده بود. گفتم دیگه فقط و فقط به مامان بابام فکر میکنم و قید ازدواج رو واسه همیشه میزنم. کار میکنم، ادامه تحصیل میدم و خودم از این منجلاب فقر میکشم بیرون. سهیل و یاد خاطراتش رو برای همیشه توی قلبم نگه میدارم. اگه تو واقعیت نمیتونیم، تو رویاهام که میتونم باهاش باشم و باهاش زندگی کنم. نزدیک ظهر بود. رفتم خونه. تو راه سهیل زنگ زد. جوابشو دادم. بعد بهش گفتم این آخرین تماسمونه. گفت دیوونه شدم. بهم گفت مگه قول نداده بودم تنهاش نذارم و پشتش رو خالی نکنم. بهش گفتم واسه همیشه دوستش دارم و اجازه نمیدم هیچ عشقی غیر از عشق اون بیاد تو قلبم. کلی جر و بحث کردیم و بعدش خداحافظ. سبک شده بودم. اومدم خونه. نهار یه چیز سرسری خوردم و واسه شام دم پختک درست کردم. منتظر مامان بابا موندم. اومدم خونه. جفتشون گرفته بودن. تا شادی منو دیدن چهرهشون باز شد. گفتم بیایید دستپخت گل دخترتون رو بخورید و کیف کنید. سهیل بارها پیام داده بود و زنگ زده بود. اسمس دادم تو رو خدا برو پی زندگی. زنگ زد. جواب دادم. گفت چی شده؟ خودش حد زده بود میتونه کار خانوادش باشه. جریان رو واسش گفتم و گفت کاری میکنه تا مامان باباش بیان جلوی اهل محل بگن غلط کردن. منم تو دلم بهش خندیدم و گفتم به همین خیال باش. من با اینکه با خانواده سهیل زندگی نکرده بودم اما میدونستم چه جونورایی هستن. چند روز بعد سر کارم مشغول بودم که یکی از همکارام اومد گفت مامانت تو دفتر آقای رئیسه. انگار با یکی از مهمونا بحثشون شده. سریع رفتم تو دفتر. دیدم داره مامانم اشک میریزه و میگه به پیر به پیغمبر من نمیدونم. میخواین دست رو قرآن میذارم. خودتون میدونید من چند سال اینجا دارم کار میکنم. همچین چیزی اتفاق نیفتاده. آقا و خانومی که مهمون هتل بودن رو به مامان کردن و گفتن لابد خودش پا داشته در عرض چند ثانیه رفته بیرون. اومدم جلو گفتم چی شده؟ مامان نگام کرد. گفت بهم تهمت دزدی زدن. دستم یخ کرد. داشتم خفه می شدم. نگاه به آقای کردم. گفتم چی شده؟ گفت ما 2 دقیقه رفتیم بیرون. به این خانم گفتیم بیاد اتاقمون رو تمیز کنه. خانمم برگشته سرویس جواهرش رو ببره میبینه نیست. نگاه به رئیس کردم. گفتم شما چرا آخه؟ مامان من اینجا حق آب و گل داره. گفت ما هم بهشون میگیم اما ایشون ولکن نیستن و میگن مطمئنن تو هتل بوده.
آقاه زنگ زد 110 بیاد. گریه کردم. چیکار میتونستم بکنم؟ بدبختی پشت بدبختی. مامان گفت به قرآن من خبر ندارم. به جون این بچم نمیدونم کجاست. همه دورمون جمع شده بودن. مامانمو گرفتم تو بغلم و زار زدم. یه مأمور اومد تو محل واسه تحقیقات. اومدن در خونمون. تو محل گوش تا گوش پیچید که مامانم دزدی کرده. گفتن دخترش خرابه، مادره هم دزد. در خونمون رو زدن. همراه مأمور اون آقا بود و بابای سهیل. پوزخندی زد و گفت آقای رضایی فقط به خاطر من رضایت میده. بابای سهیل با آقای رضایی تبانی کرده بودن. ذره ذره آب شدن مامان بابامو میدیدم. اینکه بقال محل چجوری بهشون چپ چپ نگاه میکنه و یه قلم جنس نسیه هم دیگه بهشون نمیده. بابا میگفت نمیتونم سرم رو بالا بگیرم برم سر کار. باید سرخم کنم برم. مامانم قسمم داد از این عشق و عاشقی بگذرم. رفتم تو اتاق دیگه انگار اشکی واسم نمونده بود. مامان قسمم داد تا از سهیل جدا بشم. اما مگه میشد؟ مگه مامان تا حالا عاشق شده بود بفهمه؟ میدونم این همه به خاطر خانوادش مصیبت کشیدیم. اما چرا هنوز عاشقشم؟ چرا ازش نفرت ندارم؟ سهیل مدام بهم زنگ میزد. گوشیمو خاموش کردم و به خودم قول دادم دیگه همه چیزو تموم کنم. واسه همیشه. مامان بابام عزیزتر از هر کسی برام بودن. بذار یه بار شده تو زندگیم به حرفشون گوش بدم. یه روز اومد در خونمون. گفتم برو از اینجا. گفت نمیرم. گفت تو به هم قول دادی تا آخرش هر اتفاقی بیفته پام واستی. اومد تو. سهیل نمیدونست جریان چیه. گفت چی شده؟ گفتم برو از اون بابای نامردت بپرس. بگو برو دیگه این قلبمو اونقدر کینه پر کرده که عشق و علاقه توش گم شده. گفت فلکنت نیستم. بابام اومد تو حیاط. گفت تا به حال چیزی بهت نگفتم و احترامتو نگه داشتم. ازش خواست از خونش بره بیرون و پشت سرش هم نگاه نکنه. گفت نه شما دختر بگیرید نه من دختر بده. برو. سهیل خجالت کشیده بود و همین قلبمو به درد آورد. بارها له شده بودم اما دوست نداشتم له شدن عشقمو ببینم. سهیل گفت پدر جان من دخترتون رو میخوام. به خدا جبران میکنم. بابا انگاری زده بود به سیم آخر و گفت دخترمون دیگه تو رو نمیخواد. برو. برو به سلامت. بابام دم در منتظر بود سهیل بره و سهیل هاج و واج مونده بود. آخ که دیدنش تو اون موقعیت چقدر واسم دردآور بود. میخواستم جیغ بزنم بپرم بغلش کنم. بگم بیا مثل تو فیلما فرار کنیم. بریم یه جای دور که دست هیچ کس بهمون نرسه. ناامید و خسته رفت بیرون. یه نگاهی بهم کرد. مردم. نگاه آخرش بد جور موند تو دلم. در رو که زد به هم قلبم بد جور شکست. همونجا جلوی بابا نشستم تو حیاط و گریه کردم. بابا اومد یه دستی کشید رو سرم و رفت تا اشکاشو نبینم. روزا میگذشت و منم شده بودم یه مرده متحرک. میرفتم و میومدم. خودم و زندگیمو باخته بودم. دیگه هیچی واسم مهم نبود. مصمم بودیم از این محله بریم. از یه طرفی هم دوست نداشتم میدون رو خالی کنم تا تایید بشه به اراجیف خانواده سهیل. با مامان رفتیم هتل. بابای میثم بهمون روی خوشی نشون نداد. به من گفت باید استعفا بدم. به جای مامان هم یکی رو آورده بودن. جفتمون وا رفتیم. مامان شروع کرد به التماس کردن. اومدم بیرون. دوست نداشتم مامان رو تو این وضع ببینم. بیچاره حقم داشت اینجوری التماس کنه. بابا یه کارگر ساده بود که اگه کار نباشه تو خونه میموند. مامان کارش ثابت بود. اقلن میدونستیم ماهی یه پولی دستمون رو میگیره. زنگ زدم به میثم. وقتی گفتم میخوام ببینمتون ذوق کرد و همون روز قرار شد همو ببینیم. میثم زودتر رسیده بود. دعوت کرد بریم کافی شاپ. همه جریان رو واسش گفتم تا بفهمه که چقدر به این کار نیاز داریم. میون حرفام هر از گاهی چند تا فوش آبدار نثار خانواده سهیل میکرد. گفت چیکار میتونم واسهتون بکنم؟ گفتم از باباتون بخواید که ما برگردیم سر کارمون. شما فهمیدید که مامانم بی تقصیر بود. اگه واقعا دزدی انجام شده بود اینا به این زودیا رضایت بده نبودن. همش نقشه بوده. یه جوری نگام کرد از نگاش بدم اومد. بعدش گفت راستش خودم هم طاقت ندیدنت رو ندارم. گفتم من فقط اینو ازتون خواستم چون به این کار نیاز دارم. اینم بدونید اگه خانواده سهیل این کار رو کردن ذره از عشقم بهش کم نشده و تو قلبم جاش محفوظه.
دستاشو آورد جلو تا دستامو بگیره و گفت خوش به حال سهیل. دستم رو کشیدم. چندشم میشد از طرز نگاهش. پا شدم. میثم گفت چی شد؟ گفتم مثل این که تو این دنیا آدم کم پیدا میشه. اومدم بیرون. گریه کنون لعنت فرستادم به بابای سهیل. رفتم خونه. مامانم اومده بود. گفتم چی شد؟ التماسا فایده ای داشت؟ گفت نه. روزا میگذشت. اوضاعمون بدتر از قبل بود. گوشی رو برداشتم. دوباره شماره میثم رو گرفتم. جواب داد. خندید گفت از کی تا حالا ما اومدیم جزو آدما. مجبور بودم ازش بخوام منو بذاره سر کارم تا این فقر منو خانوادم و از پا در نیاره. گفتم شرمنده. اون روز یکم عصبی بودم. تند رفتم. میشه برگردم سر کارم؟ گفت میخواد ببینتم. بازم برخلاف میلم قبول کردم. مامان پرسید کجا میرم؟ گفتم ببینم میشه برگردم سر کارم. مامان خوشحال شد. گفت خدا به همراهت. ایشالله دست پر برگردی. رفتم. اما چه رفتنی. پیش خودم گفتم با اون نگاه‌های چندشش حتماً یه چیزی میخواد. تو راه فکر کردم. خسته بودم از روزگار. این بار من منتظر موندم. هنوز نیومده بود. یخ بودم. وقتی استرسم زیاد میشد عین مرده ها میشدم. سرد سرد. با ماشینش جلو پام ایستاد و سوار شدم. بوی اتکلون با بوی سیگار قاطی شده بود و بد بویی میداد ماشینش. دستش رو آورد جلو که دست بدم. ندادم. پیش خودم گفتم این دست به سهیلم خیانت نمیکنه. خندید گفت اینقدر صرف نباش دیگه. فامیلش رو صدا زدم. گفتم من فقط و فقط صرف کار اینجام. نه چیز دیگه ای. امیدوار بودم توی این چند ماه که پیشتون کار میکردم حداقل یک شناختی از رفتارم داشته باشی. گفت من نه رفتارتو دیدم نه کار کردنت رو. من زیبایی تو دیدم و شیفتت شدم. این واسه من خیلی مهمه. متنفر بودم از حرف زدناش، از نگاه کردناش. گفتم جواب من چی شد؟ میتونم برگردم سر کارم؟ گفت لزومی نمیبینه برگردم. گفت یه پیشنهاد داره. بیا با هم دوست بشیم. گفتم که چی بشه؟ گفت عاشقتم. گفتم من میخوام یه درآمدی واسه خانواده‌ام داشته باشم. شما از اوضاع من و خانواده‌ام خبر دارید. عاشقی شما آب و نون میشه واسم. خندید گفت خودم از لحاظ مالی ساپورتت میکنم. از کلمه به کلمه هاش حالم به هم میخورد. گفت عشق و عاشقی آدمو کور میکنه. فقط تو با ما راه بیا همه چیز درست میشه. دستش رو یه بار دیگه آورد جلو. گفت دوست بشیم. پیاده شدم و با تمام وجود دویدم و اشک ریختم. نمیخواستم بشم اونی که نباید میشدم. حاضر بودم از گرسنگی بمیرم اما اینقدر مثل آشغالا با هم رفتار نشه. با چشمی کاسه خون رفتم تو خونه. مامان بابای بیچاره منتظر بودم با خبرای خوب بیام نه با چشم گریون. دیگه ازم سوالی نکردن و فقط وا رفتن بیچاره ها. رفتم تو حیاط. وضو گرفتم. برگشتم تو اتاق. به سجاده سبزم نگاه کردم. دلم واسه خودم سوخت. نمیدونم چرا خدا دلش نمیسوخت واسم. نمیخواستم از این سجاده دور شم. نمیخواستم کسی بشم که میثم میخواست. مامان اومد تو اتاق صدام زد برم یه چیزی بخورم. هر روز به همون سخت میگذشت. یه روز بابا میرفت یه روز نمیرفت. اما چیزی که هر روز تو خونمون بود گریه بود. بابا گریه میکرد. میگفت خدا هیچ مردی رو شرمنده زن و بچه نکنه. همسایه هام انقدر ازمون زده شده بودن که به دست خیرشون امیدی نبود. هر جایی برای کار میرفتم فایده ای نداشت. یه روز تو راه برگشت ماشین سهیل رو دیدم. فکر کردم دارم اشتباه میبینم اما خودش بود. نگاش کردم. هیچی نگفت. نگام کرد و رفت. یه روز تو اتاقم بودم دیدم صدایی اومد. رفتم تو حیاط. دیدم مامانم افتاده رو زمین. بدنش یخ کرده. داد زدم، هول کردم، زنگ زدم اورژانس. رفتیم بیمارستان. بعد از معاینه فهمیدم فشارش رو 5 بوده. فایده نداشت. رسما داشتیم تلف می شدیم. رفتم هتل تا این بار از بابای میثم خواهش کنم که برگردم. باباش محل سگم هم نداد. التماسا و خواهشا دل بیرحمش رو به رحم نیاورد. ناامید برگشتم که با میثم روبرو شدم. بی‌اعتنا از کنارم رفت. صداش زدم. خواهش میکنم. التماس میکنم بذارید برگردم سر کارم. اگه وجدان دارید بذارید برگردم. مامان بابای بیچارم هر جا رفتن سر کار دست خالی و ناامید برگشتن.
لااقل چشم امیدشون به منه که این چند سال که درس خوندم بیفایده نباشه. التماستون میکنم. میثم گفت بیا بریم. نمیدونم چی کارم داشت. اما دیگه خسته شده بودم. خودم رو سپردم دست خدا و باهاش رفتم. رفتم تو ماشین نشستم. مغرورتر از قبل نگام کرد و گفت پس قبول کردی که با هم دوست بشیم. گفتم نه. اگه برم نمیگردونی سر کارم میرم گدایی. بهتر از رفاقت با توه. اومدم پیاده بشم. گفت صبر کن. گفت باشه بابا قهر نکن. برگرد سر کاره. میدونستم این برگشتن با قبل خیلی فرق داره. میدونستم دیگه الان روی میثم برون باز شده. اما چاره ای نداشتم. به این کار نیاز داشتم. تشکر کردم و پیاده شدم. وقتی به اون پیرمرد و پیرزن گفتم دوباره استخدام شدم، بیچاره ها چشمشون اشکی شد و کلی ذوق کردن. دلم سوخت از این همه بی‌عدالتی. اینکه امثال ماها همیشه و همیشه باید التماس کنیم تا نمیریم. صبح در رو باز کردم اومدم بیرون. باز ماشین سهیل رو دیدم. خودش بود. یه حالی شدم. اونقدر دلتنگش بودم که با یک نگاه کردم بهش اشکم در بیاد. پیاده شد. اومد طرفم. چقدر شکسته شده بود. گفت داری میری سر کار؟ کجا مشغول شدی؟ احساساتم رو قورت دادم و خیلی جدی گفتم میخوای بگم که باز نونم رو آجر کنید؟ بعد راهم رو ادامه دادم در حالی که تو دلم قوقایی بود. دوست داشتم سهیل بیاد دنبالم، دستامو بگیره، بیاد بغلم کنه، اما ماشینش از کنارم رد شد و منو با اون خیالام رها کرد. انتظار هر رفتاری رو ازش داشتم الا اینکه از کنارم رد بشه. تو راه با هر نسیمی که به صورتم میخورد اشکام رو صورتم یخ میکرد. اگه این اشکا رو نداشتم چطوری میتونستم خودم رو خالی کنم؟ رفتم هتل. خوشبختانه میثم نبود. اما باباش با یه حالت چندشگونه‌ای نگام میکرد. مشغول به کار شدم. میثم دیگه روش باز شده بود و اجازه داشت هر جور که دوست داره با هم رفتار کنه. یک روز که هتل بود به هم گفت باید بمونم تا حساب کتابا رو تکمیل کنم بعد برم. من ساده هم پیش خودم گفتم هر چی اضافه کار کنم به نفعم. تو اتاق مشغول کار بودم که اومد تو و درم پشت سرش بست. گفتم امرتون. گفت نترس کارت دارم. نمیدونی چه دلشوره یهو افتاد تو دلم. گفتم فرمایش. پا شدم در باز کنم اومد جلوم. بدنم یخ کرد. دستمو گرفت. نمیدونید چه حالی شدم. گفتم دستمو ول کن. گفت کاریت ندارم که فقط بذار گرمیت آرومم کنه. دستشو کشیدم رفتم طرف در. پاهام میلرزید. در رو باز کردم رفتم بیرون. نفسم بند اومده بود. رفتم طرف دستشویی. اونقدر دستم رو شستم تا جایی که دست کثیفش از دستم پاک بشه. رفتم تو اتاق. میثم پشت سیستم نشسته بود. پاهام میلرزیدن اما به بابا و مامانم فکر کردم که همه امیدشون به پولیه که من میبرم توی اون خونه. بی تفاوت رفتم کیفم رو بردارم برم خونه. به هم گفت لولو دیدی؟ گفتم به خدا من اونی نیستم که شما فکر میکنید. من فقط به این حقوق نیاز دارم. لطف کردید منو برگردوندید اما خواهش میکنم با احترام رفتار کنید نه یا آشغال. خندید گفت آشغال نه عاشق. عاشقتم اینو بفهم. میخوام باهات باشم این که اشکالی نداره. تو بخواه اونقدر احترام میریزم به پات تا خسته بشی. دستشو آورد جلو و گفت حالا بیا آشتی. انگار زبون نفهمتر از اونی بود که بخوام بهش حالی کنم. کیفمو برداشتم و خداحافظی کردم و اومدم. تو راه فکر میکردم چقدر راحت میشه کثیف بود. رفتم امامزاده نشستم و گفتم من نمیخوام ازتون دور بشم. شما هم منو از خودتون دور نکنید. نذارید مجبور بشم اونی بشم که نمیخوام. واقعا آروم شدم. فردا شد رفتم هتل بدون اینکه با کسی حرف بزنم و به کسی سلام بکنم. نزدیکای ظهر بود میثم اومد. مثل همیشه اومد تو اتاقم. منم اونختر از هر روزم بودم. اومد تو اتاق نشست. منم انگار نه انگار که کسی نشسته. گفت کی میخوای با همون آشتی کنی آخه؟ بی جواب گذاشتمش. گفت بابا ما هم آدمی ما نکن همچین با من. میخوای برم خودمو بکشم؟ میخوای بمیرم واسط؟ میخواستم داد بزنم بگم خفه شو. برو بمیر. برو گم شو. اما باز لال شدم.
گفت اگه بخوای به این بدرفتاریات ادامه بدی مجبور میشم جور دیگه ای عمل کنم. گفتم میخوای چیکار کنی؟ اخراجم کنی؟ اگه هر چی تو گفتی بگم باشه، اگه خواستی هر غلطی با هم بکنی لالمونی بگیرم، اون موقع خوب پرسنلی هستم. همین جوریشم بین پرسنل پیچیده من با تو هم. بیا بیا هر غلطی میخوای با هم بکنی بکن، دست از سرم بردار. خسته شدم از همتون. خسته شدم. همه جمع شده بودن تو اتاق. میثمم فقط نگاه میکرد و ساکت بود. اومدم بیرون با گریه. میدونستم دیگه اونجا جایی رو ندارم. میدونستم اوضاعمون دوباره 3 پله بدتر از قبل میشه. نه جرأت اینو داشتم خودم رو از این دنیا خلاص کنم، نه دیگه طاقت تحمل این همه سختی رو داشتم. برای شنیدن ادامه این داستان به قسمت بعدی گوش کنید. ممنون که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید.